حضرت گفتن یکمین نشانه رسیدن قیامت این است که علم برداشته می شود. علم قرآن از جامعه دور می شود. مردم از علم قرآن بیخبر می مانند. فقط به نام مسلمان است. نه قرآن تلاوت کرده میتونه، نه معنای قرآن میفهمه، نه عملی به قرآن داره. و بیسوادی و جهل در روی عالم پهن می شود. اکثر مردم بیسواد میمانند، یعنی از علم شریعت دور میمانند اکثر مردم. و زیناکاری در بین مردم آشکار می شود. اینا حضرت گفتن اشاره های رسیدن قیامت هستند. و شراب نوشی در بین مردم آشکار می شود. حضرت گفتن یعنی برادران عزیز، از روی انصاف ببینه اینها همه اینها پیدا هستند در جامعه. شراب نوشی آشکار میشه. زمان پیش شراب نوشی آشکار نبود. امروز است که دیگر در هر جا، در دکان ها و مغازین ها، در همه جا شراب آشکار فروخته می شود. در تمام جامعه شراب آشکار نوشیده می شود. و مردها کم می شوند و زنها زیاد می شوند. و حضرت گفتن حتی برای یک مرد 50 زن می رسه. اینا یعنی اشاره ها و علامت هایی چی هستند؟ رسیدن قیامت هستند. اکنون ببینه یکمش علم امروز از جامعه دور شده است. در جامعه ببینه اگر از 100 نفر یک طالب علم بیابی میابی، نباشه خیلی کمی در کم است. از در جمعیت اگر 500-600 نفر باشه شاید 5-6 نفر اهل علم و یعنی ملابچه یافته شود. اکثر مردم از علم شریعت بخبر هستند، دور هستند. جهل چقدر در جامعه زیاد است، بیسوادی و زیناکاری چقدر زیاد است. اکثر مردمی که امروز مسجد میآیند در بین شما هستند اما عادت زنا دارند. شخصیت های هستند هر کدومش به لهجه زمانوی بگیم برای خودشون بیوه دارند، یک یعنی محبوبه و دوست داشته دارن، میرن با اونها عیش عشر. حتی بعضش حاجی هستند روشون سیاه، بعضش موشو سفید شده است، عمرشو بجای رسیده است، اما ما تا جای ما خبر داریم میگم به فلان عورت رفت و آمد داره. نعوذ بالله. این نشانه قیامت است. مسلمان است در جاش میاد در محفل معرکه یعنی رفیقای بدش هم نشینی میکنه، از اون مست میاد به خانه‌اش. میپرسن بچی خاطری کار کردی؟ میگه به خاطر هم رفیقم خفه نشود. این ببینه نشانه های قیامت است. با این چنین ما روایت داریم که این حدیث جبریل میگویند. حضرت جبریل علیه السلام از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه السلام پرسیدند که خب فاخبرنی عن الساعه، گفتن یا رسول الله من از یعنی قیامت خبردار کن که آیا قیامت کی میرسه. حضرت گفتن که من از تو در زیادتر نمیدانم، من از تو در زیادتر خبردار نیستم، اما گفتن از نشانه هاش، از علامت های رسیدنش میتونم که برای تو بیان کنم. حضرت گفتن یکی از نشانه های رسیدن قیامت این است که مادرها سردارها و صاحبهای خود را تولد میکنند. اکنون اینا شارح‌ها دو نوع شرح دادند. یک معناش این است که زمان پیش غلامداری بود، غلام وقتی که از صاحبش حامله دار میشد تولد میکرد، یعنی امی ولد میشد. بعد از رفتن یعنی بعد از مردن مولاش این زن آزاد میشد. این چنین معنا. اما دیگر از جمله محدثین گفتن که این است که مادرها کنیز میشوند در فرزندها. متاسفانه امروز ببینه اکثر مادرها خدمتگار ما هستند، خدمتگار زن و فرزندات، خدمتگار ببین بیچاره مادر سحر پیش از زنی تو خیسته برای تر طعام آماده کرده، برای تر خمیر میکنه، نانت میپزه. زنها کنیز خدمتگار میشن گفتن در فرزنداشون. متاسفانه امروز این شده است. و گفتن دیگر اشاره رسیدن قیامت نشانه‌اش همین هستند که هر انسانی سرلیچی، پایلیچی، گوسفندچران از پس عمارت سازی می شود. هر انسانی یعنی نادار، کمبغل، فقیر، دهمرده در چی می شود؟ در فکر عمارت راست کنی. اکثر مردم امروز جوانان رو میبینی حرکتش همین است که چیکار کنم؟ یک خانه زمانوی برای خودم بکنم. نداره، نادار است، قرض میکنه، باید بکنه. گفتن تمام مردم از فکر چی میشوند؟ از فکر عمارت سازی میشن. گفتن حضرت که اینها چی هستند؟ اشاره های قیامت هستند.